اسلینگ‌های عضلانی نقش مهم و کلیدی در حرکات شافل دارند. چرا؟ چون این حرکت‌ها نیاز به هماهنگی، ثبات عضلات مرکزی و انتقال سریع نیرو بین اندام‌ها دارند. حرکات شافل شامل حرکات جانبی سریع، تغییر جهت و حفظ تعادل هستند که به هماهنگی فوق‌العاده‌ای بین عضلات مرکزی یا همون عضلات کور، عضلات لگن و عضلات اندام تحتانی نیاز دارند. تاثیر اسلینگ‌های عضلانی در حرکات شافل چیه؟ در تغییر جهت‌های سریع بدن ثباتش رو حفظ بکنه و در حرکت‌ها و چرخش‌های سریع هم بدن تعادلش رو از دست نده. در ادامه چند تا از حرکت‌ها برای تقویت اسلینگ‌های عضلانی رو براتون میذارم. این حرکت باعث هماهنگی بین بالا تن و پایین تن در حالت ایستاده و کمک به تقویت الگوی راه رفتن و حرکات چرخشی بدن میشه. این حرکت یکی از بهترین حرکات برای فعالسازی زنجیره پشتی بدن و همچنین باعث تقویت تعادل، ثبات مرکزی و هماهنگی سمت راست و چپ بدن میشه. این حرکت باعث بهبود هماهنگی عضلات ضربدری در تنه و اندام‌ها و همچنین بهبود ثبات در حرکات انفجاری میشه. و حرکت آخر هم باعث درگیر شدن عضلات مورب داخلی و خارجی شکم، تقویت چرخش تنه و کنترل اسپین و تویست ها میشه. این حرکت فوق‌العاده است برای ساختن عضلات کور قوی و پایدار.